ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان عزیز. حالا از برنامه تازه انگارها گفتار سیوم را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک ها شنوید. روزی امتحان‌های دیگر هم پکنه گاه پیدا می شد. وی ریش مانده بود تا قصاصم را از این معلم‌های آشناباز و پاره‌خور نگیرم، ریشی بی‌براریم را نمی تراشم می گفت. کسی به این هرزگویی‌هایش اعتبار نمی داد، ولی بعضی ها با چور چشم می نگریستند که پسر رئیس باز از امتحان‌ها چی بهایی می گیرد و این را پای می برد یا نه نمی دانم، ولی چون همیشه بی‌پروا می گشت و این خصلتش در دل هنگام طلبان آتش شبهه می افروخت. شنیدی؟ پسر رئیس از این شو چور گرفته است. نه خود، چرا این خیل شده باشد؟ از خودش پرسیدند. چور کفایه گفته است. لقمه می پرتافتند بعضی ها. دیلش پر است که می گذرد، برای همین بی پرواست. امتحان ها با آخر رسیدند. صحن دانشگاه که از سحر تا شام مثل بازار پر آدم و سرغوغا بود یک بار خالی و خاموش گشت. از داوطلبان با برار و بی برار روی کرسی و راهروها و زیر درختان تنها کاغذ پاره، دفتر و کتاب های دریده، اینچنین پسمانده سیگاریت نشان ماند. دو فراش زن جارب کشیده صحن دانشگاه را تازه می کردند. پیش دریچه ها پای هم پسران و دختران علم زده پیدا گشته بالا بلونج آویزان حجتهایشان را پس می گرفتند. در وجاهت آنهایی که امتحانها را نغز سپاریدند برابر خوشحالی باز یک تشویش و اضطراب هویدا بود. می گذشته باشیم؟ می پرسیدند از یکدیگر. 10 نفر زیاد بوده است. واقعا هنوز یک امتحان دیگر. صحبت با رهبران دانشگاه در پیش است و از روی گفت بعضی حالدانها در قلبیر آنها نیز اندرمان شدن ممکن. نگذرم هم با کنی، گفتم به خود. از امتحان نه، از صحبت نگذشت میگویند. آخر من در دل دویم یک آرزو می پروریدم. از امتحان یکم نرفتم. ایها، 4 امتحان سپاریدم و کاملا باور کردم که معلمان دانشگاه چندان به انصاف نیستند. به هر حال آنها به جوانان دانا و باسواد از پس پنجه نمی نگرند. امروز در حضور رئیس فاکولته جمامد نخستین برپا شد. وی مرد سرخینه پهلوان جثه به معلمه بادام چشمی فتیلموی که در شفتش نشسته بود چیزی گفت و با خوشحالی مغرورانه از جایش خیست و فرمان را خواند. احمرف نسیم. من. از پس آوازی برآمد. همه برگشته به قفا نگریستند. صاحب آواز پسری رئیس بود که موی به پیشانیش
خمیده رو با پنجه هموار می کرد. شما را به مناسبت دانشجو شدنتان تبریک می کنم. به حجت‌های نسیم چشم دوانده گفت و شما با جای خواب و ماهانه تأمین می شوید. نسیم با آواز پست تشکر گفت و سالار قدم نهاده از مجلسگاه برآمد. بعضی ها در حال چشمک زدند، در بون گوش یکدیگر میش کردند. کیفی پسری رئیس. پس از چندی معلوم شد که باز یک پسر رئیس به دانشگاه داخل شده است. این سر را خود رهبر فاکولته فاش کرد. رجبوف قیس از بالای روی خط سر نبرداشته خواند او. بعد با پیسخند به تالار چشم دواند. یک جوانی میان قد، جینگلمو، خوش‌سر و لباس، در چشم عینک، مگنیتوفونش را به گوشه میز تیله داده بی حوصله از جای برخاست. قیس اصری 20 هم عجیب بوده است. لقمه پرتاف معلمه بادام چشم و موج خنده تالار را فرا گرفت. خودش قیس و مگنیتوفونش لیلی. شما غم جوی زیست را خورید. خوابگاه نمی رسد. رهبر کمی ملاحظه کرد. سپس معنی دارانه افسود. نامد قیس باشد هم موی سرت را به ترتیب درار. قیس عاشق زاری لیلی بود. غم و درد داشت. در کوه و بیابان می گشت. شاید این هم عاشق باشد. باز لقمه پرتاف معلمه. عشق ورزی خوب است، ولی وفاداری و پاکی محبت از ظاهر و سر و لباس عیان نمی گردد. همچنان با قیافه جدی گفت رئیس فاکولته. در شهرمون سرتراشخانه به حساب. واقعا اگر امتحان و سنجش های نیم سال را نقص سپاری ماهانه اد می دهیم. به پول احتیاج ندارم معلم. بیبا گفت قیس. همین جای خواب مرا هم نخورید. ما این را به حساب گرفته ایم. آرامانه ولی تهدار گفت وی و کاغذها را تگرو کنان چهرش علاوبرین سرخ شد. به خیالم از هوابلندی قیس رنجید که بیدماغ گفت اینجا همه مثل تو پسر رئیس نیستند. در مجلسگاه باز جنبش و پیچیر سر زد. نمدی پدری وی از نمدی پسری اینش غوستر بوده است. می گفتند جوانان شوخ و هنگام طلب. هر قدر روزها و ماهها می‌گذشتند، پسر رئیس نسیم به نظر من شاید به نظر دیگران هم پر اسرارتر می‌نمود. از چی باشد من دائما او را با قیس مقایسه می‌کردم. آنها از روی خلق و اطوار و ظاهر از یکدیگر مثل زمین و آسمان فرق داشتند. نسیم ملایم طبیعت، کم گپ، حتی دم دزد و مردم گریز است. الحال او با یگان شریک درسمان چخیلی که میگویند جوری جانی نشده است. از معرکه های خاصه روزهای استراحت که پول جمع کرده آشی حریفانه میپزیم دوری میجوید. لیکن با بچه های کورس های بالا استقامت و شنو خیز میکند. چشمان نسیم دویم به خیال مائلند. گویا وی همیشه درباره ناف زمین فکر می کند یا یگان چیزی گرانبهای گم شده اش را می جوید. اگر مبادا همان دوستی نوخط دیرینش که روزهای امتحان سپاری نزدش می آمد صحن خوابگاه یا دانشگاه پیدا شود، در پیکر کرخت نسیم جان تازه می دمد. در لبش تبسمی بزیب گل می کند. او را پیشواز می گیرد. برادروار به آغوش می کشد و خندان حال پرسیش می کند.
вай танҳо бо ҳамон ҷавон ба сайру тамошо мебарояд. вале як хислати дигари Насим маро дар ҳайрат гузоштааст. вай умуман одати бо дигарон пурсупос ва салом алейк кардан надорад. гӯё ин анъанаи қадимаи аҷдодонро як чизи нодаркору зиёдатӣ мешуморад. не, ҳангоми вохӯрӣ агар ба вай даст диҳед, онро самимона мефишораду ҳарфе назада табассумкунон мегузарад. дар чунин лаҳзаҳо лабонаш пир-пир мепаранд ва дар чашмони пурхаёлаш тобиши аҷибе ҳувайдо мешавад. баъзеҳо ҳамин одати ӯро хуш надоранд. бодӣ худро аз ҳама боло мегирад, аз ному мансаби падараш мефахрад. боре дар хобгоҳ гуфт сардори гурӯҳамон Раҳимбек: ана Қайсам писари раис аст. мошинсавор ба дарс меояд, лекин худаша ба ҳама баробар меҳисобад. хоксор дия? Раҳимбек даме ба хаёл рафт. ҷон шагардам, ин хел дӯсти бебоку дилкушод дар олам кам аст. як тинаша бе ман сарф намекунад. киса пур бошад, ошно ман ҳам ҳотам мешавам. сухани ӯро бурид Раҳматшоҳи ҳамкурсамон. пул барои вай барги хазон бар ин беқадр аст. чӣ ба? мисли оби равон мефирстандаш. ақаллан як биби нафақахӯр медоштам? ин габи беҳуда, даст афшон Раҳимбек. ана Насим ҳам писари раис ку? гумон мекунӣ вай пул надорад? боз доим пули моҳонаашро бурда ба амонаткаса месупорад. либосҳои обшустаю нимдошт мепӯшад. дар ошхона фақат танга ҳисоб мекунад. ӯ ришхандзанон даст афшон. ҳамаи ин фиреби назар аст. хайр, писари раис бошӣ барои худат чаро аз мо пинҳон медорӣ? охир офтобро бо доман пӯшида наметавонӣ ку? Раҳимбек даме хомӯш монд. сипас худ ба худ бо алам ғурғур кард. хасис аст Насим, бисёр хасис. ба худо ки аз наъли хари мурда мехро кашида мегирад. хайр, ихтиёраш, аммо бо биниаш осмона нахарошад. ошно, ба панҷаи ман нигар. Раҳматшоҳ дасти росташро сӯи Раҳимбек дароз кард. дидӣ, 5 ангушт баробар нест. масалан, раиси шоҳназари моро аз деҳқон фарқ кардан мушкил. дар ҷойҳои ношинос шофирашро раис гумон карда аз ӯ боло мешинонанд, лекин парво намекунад. баръакс, аз ин чиз мезавқад. гавҳари одам аст шоҳназар. бачаҳошам, аҳли аёлашам доимо ҳамроҳи мардум кор мекунанд. бачаҳош кор мекунанд? ҳайратомез пурсид Раҳимбек. бале, кор ҳеҷ каса намекушад. ҳа, падарам раис бошаду боз дар зери офтоби сӯзон кор кунам. ин ҳеҷ ҷои таъриф надорад. раиси беҳунар будааст. як рӯз бошу хурӯс бош. ана дидӣ ошно? гӯё чизи аҷиберо кашф карда бошад, ба вашт омад Раҳматшоҳ. ту ҳам аз раиси мо фарқ доштаӣ. ҳамаи мо хо писари раис бошем, хо писари вазир, ба якдигар монанд нестем. яке аз ҳисоби мардуму кисаи давлат даст кушод, дигаре мумсик, яке ба ҷое нарасида ҳавобаланд, дигаре соҳиби мансабу боз хоксор, яке доро, дигаре нодор. ин чиз ҷои баҳс надорад ошно. оромона ба суҳбат нуқта гузошт Раҳматшоҳ. Насим мисли Қайс аз паси духтарҳо намедавад. гӯё бармаҳал пир шуда буд ин бача ва дар дилаш шавқу завқ надошт. лекин худи духтарон рӯзҳои аввали таҳсил гирди ӯ парвона шуда олами дигаронро афзуданд. ба ростӣ Насим дар курс, шояд дар факулта ҳам ҷавони аз ҳама зебост.
قامت بلندی الف بر این راست، روی اندک دراز، رفتار سالارانه، سخنگوی و طرز لباس پوشیش با وجود آن که او را به آدمان 2-3 کرته از ما زیاد پوشیده شباهت می دادند، به وی حسن و صلابت خاصی هم می بخشیدند. و البته دخترها می خواستند که معشوقه چنین جوانی خوش‌سیمو نظر بلند باشند و هنگام تنفس و بعد درس در گلگشت دانشگاه باغ خیابان‌های شهر از آرنج او داشته با ناز سیر کنند. دخترها برای رام کردن نسیم با هر اصول کمند پرتافتند. اول نزاکت بختش را سنجید و در حضور همه خود را همدیار نسیم اعلان کرده با دستان لطیف و نرمککش پنجه های حذر به او را فشرد، در پهلویش نشست. از کار و بار پدر خود که رئیس سودا بوده است و گویا با پدر نسیم از کودکی آشنایی داشته است با شوق حکایت کرد. گفت که اگر نسیم خواهد برایش توفلی پاشنابلند 60 و جنس امریکایی پوستین بهترین پیدا می کند. لازم نی، کوتاه کرد جواب داد نسیم و بلبانش تبسم دوید. من اون خیلی لباس ها را نقص نمی بینم. تو آدمی عجیب بوده ای کو؟ نی نگو. اون خیلی سر و لباس با تو چنان می زیبد که خیر پولش یگون وقت خواهی می دهی. نزاکت دمی بندش رفته، سپس ابروهایش سر به سر پیچی را زد. قیس می پوشد گو تو از وی چی کمی داری؟ به من همه لباس ها می زیبند. با همان تبسمی نرم زیبا جواب داد نسیم و نزاکت را در خجالت گذاشت. طرز بدام افشاندن دختران شهری تماما تفاوت داشت. آنها از سمکه هایشان شکلات و کنفیت های کمیافت برآورده با لطف و مهربانی به نسیم مراعات می کردند. دهان شیرین کنید نسیم جان. نسیم هم سخن آنها را هیچگاه به زمین نمی گذاشت. با همان تبسمی دلفریبش شیرینی را می پذیرفت. نهایت روزی لطافت که خود را شاهبانوی دختران کورس می پنداشت و نظرش کسی را نمی گرفت، از روی گفت خودش و در نمایش زیباترین دختران شهر 2 مراتبه اشتراک کرده جای یکم را صاحب شده است. نسیم را نزد دکان یخماس فروشی امتحان کرد. نسیم جان یخماس نمی خورید؟ بار اول پرسید او. نه، گلویم درد می کند. دلم چنان یخماس می خواهد که بار دویم گفت او. مرحمت دکان پیشکش، جواب داد نسیم. دماغ لطافت از این ناپسندی سخت سوخت و روز دیگر شکوه آمیز گفت که شب دراز خوابش نبرده سرش درد کرده است. تو آدم شناس نی؟ حسرت او را شنیده لقمه پرتافت قیس. به خودم یک اشاره می کردی یخماس چی؟ جان و دلم فدات می کردم. اوی گرنگ نخود همین خیل اولیه گل برین زیبا رو رنجانیه خسیس. اصلا لطافت در نظر من چندان حسن رسا ندارد. این را در آمده گپ باره به رحمت شاه گفتم. وی هم به من هم فکر بوده است. یا خصلت این دختر به من نفورید. هر روز برویش آنچنان سرخی و سفیده می مالد که نه، از دور چهره سرخ و سفید قامت رسای او نهایت زیبا می نماید، ولی چون از نزدیک ببینی دل بیجا می شود. اما لطافت مدام لباس های رنگ برنگ پوشیده آنچنان خرامان و با هنرانه قدم می گذارد که هر عضو بدنش علاهیده لرزیده و جنبیده دل و هوش کس را پابند خود می سازد.
تنها یک بار هنگام درس در پهلوی او نشستن نصیب من هم گشت، لیک حالا هم بوی خوش عطر از مشامم نرفته است. ها، امتحان و حسرت لطافت اخلاص دیگر دختران را که در تگی دل به نسیم مهری داشتند کند. آنها نه اینکه از وی دست و دل شستند، بلکه اکنون سایه او را از دیوار می تراشیدند. فو، این بادی هم پسر رئیس شد و ممسی از کوچه ها تنگه زردک می جوید. ای به نعل توفلی قیس نمی ارزیده است. باز من چند مراتبه شکلاتش دادم. گله‌آمیز می گفت لطافت. بدتر آوازه دیگر پهن شد. گویا گلسارای همکورسمون 2 بلیت خریده نسیم را به تماشای کینو تکلیف کرده باشد. اما او وقت ندارم، کتابخانه می روم گویان بهانه آورده است. عقل پسر رئیس غیر از کتاب و کتابخانه به چیز دیگر نمی رسد. یگان روز این ممسک بدبخت در بالای کتاب جان می دهد. بارشخان می گفت رحیم بیگ. نه، وی زیرک است. ترسیده است که مبادا گلسارا هم یخماس طلب کند. قهقه زنان گفت نزاکت. از رنگ و رحمان این خیل پسر رئیس بیزار من. باز وی همشهر گفتم. پس از شنیدن این معلومات ها پسران خود به خود می گفتند الحذر از غضب دخترها. اگر کسی دلخواهشان موافق میل آنها رفتار نکند، دشمن روی راست شده روزش را سیاه می کردند. واقعا آنها علاقه به سری نام نسیم یک چند لقب چسباندند. ممسیک، خپت، مرغ تنها گرد، گوسفندی کر. ولی 2 روز پیش دخترها به او باز یک تاج نو بخشیدند. گپ سری اون که در خوابگاه ما مادسگ علای میزید. شاید این حیوان بی آزار از کوچکیش با آب و نان دانشجویان کلان شده است که به همه با امید و مهر می نگرد و دوم میلی کند و از نزد خوابگاه دور نمی رود. در عالم از همین سگ وفادارتری را ندیدم، میگوید پاسبان خوابگاه بابای زنبور. بچه ها همین که صاحب دیپلم شدن به هر طرف رفته دیگر هرگز یاد خوابگاه نمی کنند. لیکن این جانور در گرما و سرمای 4 فصل سال از این درگاه دور نمی رود. چند بار بچه زایید. کوچکایش را به هر خانه بردند. باز خودش سری تنها ماند. تیرمو باز سگ حامله شد. وی پکر می گشت و روزی دراز در آفتابرویی نزد خوابگاه حلقه زده می خوابید و به همه حسرت آلود می نگریست. نسیم هر روز از آشخانه خوابگاه برای این سگ پاره حسیب، استخوان یا یگان خوردنی دیگر می برد. سگ چشمان خسته‌اش را دمی به وی دوخته بعدی گیر خور گفتنش خوردنی را فرو می برد و لب و لنجش را لیسیده دم می جنبانید. یک بیگاه سگ ناپدید گشت. فردا نصیروزی در پیش خوابگاه پیدا شد. حیوان به نظر نهایت لاغر و خشمگین می نمود، اما چشمانش درخشی تازه‌ای داشتند. سگ به هر کس با امید می نگریست و دم میلی کند. با تشویش سوی انبوه بوته های خوچ و مرمینجان کنار خوابگاه می تاخت و پس از لحظه باز برمی گشت. وفادار گویا کیها نسیم را پزمان بود که از کجای تازان آمده پیش پای او خود را پرتافت و نالشی نشاط آمیز برآورده 2-3 کرت غیل زد. کفشهایش را بوید و لیسید. قیافه نسیم یک باره گشاده گشت و او خوشحالانه سری پا نشسته سری سگ را سیله کنان پرسید.
زویدی؟ نقص چند تا؟ سگ برخیست و نگاه و حرکتهایش پر از سرور جینگ جینگ کنان طرفی خوشزار شتافت. نسیم کتابدان در دست از پسش رفت. واقعا سگ همان روزها تنها او و بابای زنبور را میموند که نزد کوچکهایش روند. بعد وی آمده خرسندانه مژده رساند که سگ 5 کوچک زاییده است، لیکن جایشان ناباب. او همان روز از جای قوطی کلان کارتونی پیدا کرد و برای سگ و بچه هایش خانه ساخت. از آشخانه خوابگاه استخوان و پسمانده های خوراک را آورده به آنجا گذاشت. سپس هر روز کوچک های سگ را خبر می گرفت و آب و خوراک آنها را مهیا می کرد. سگ و کوچک هایش را پرستاری کردن نسیم خیال مرا بدیهه برد. پیش نظرم مامه صدبرگ را آورد. این پیرزنی سرفرزند و آرام طبیعت، مهربان و بی آزار خصلت عجیبی دارد. ایام تیرما یا اول بهار ماده سگش زاید برایش البته آردبریان میپزد و به یکان ظرف شکسته ریخته پیش وفادارش میگذارد و کاهش آمیز تاکید میکند. گرم و گرم بخور، اسقاطی فایده دارد، درد و زهر بدنت کشیده میگیرد. نبیره های پیرزن، کودک های دیه این منظره را تماشا کرده مسخره آمیز میخندند و کفکوبان میگویند که ماما دایه بچه های سگ شدی. میخندی نه شیطان های بیغم. زیر لب غرغر میکند کمپیر و سگ که با زبان مخمل بر این سرخش آردبریان را لکیده حریصانه فرو میبرد و منتدارانه دم میلی کند چشم نکنده به خود میگوید کاری ثواب شد. کی میداند چقدر عذاب کشیده است. زبان گویا داشته باشد که گپ زند. کلانسالان دیه این رفتار پیرزن را دیده تحسین آمیز می گفتند که کمپیر آدمی خیراندیش و جنتی است. نیکیش به ماهی های دریا هم می رسد و به زاغ و زنبور هم. 80 ساله باشد هم حوصله‌اش را بینید که برای سگ زوج آردبریان پخته است. اما نسیم از روی این رفتارش به یک لقب نو خواجه سگ پرست صاحب شد. این گپ هم به گوش او رسید، لیک خود را بی پروا انگاشت. تنها مویهای خماررنگش را که به بالای ابروان پیوندیش همایل بودند به قفا شانه کرد و تبسمی ازلیش در لبانش نقش بست. شما از برنامه تازه انگارها گفتار سیوم را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک ها شنیدید. برنامه را اینها آماده نمودند: راوی قطبیه اکرامی، صدابردار امام علی زیایف، کارگردان برنای نظام. تنصیحت و خانه آباد باشید.